تو امام علی رحمانوف بگویم، برای تو امام الشیاطین احمقوف خبیث ملعون اللعین. خدا شاهد است که همین طالب اقی که از شما میترسه از ما نمیترسه. از مردم تاجیکستان و دولت محترمشان پوزش میخواهیم. مردم ما یکی هستیم و یک ملت هستیم. و میام گرفتن تاجیکستان با کلیم تخار و قندوز و بلخشان رو بگم روی چه ما میبرم برش میمیره بس ان شاء الله هیچی هم نداره تاجیکستان. اونو مرده را دیدن نیست اوجی من یک شده کلی میگیره خدا هم به جای خدمت هم ولی امر کنی همین بسته ولایت بلخشان هم میگیره. Few moments later. با کشور تاجیکستان خصوصا یک همسایگی بسیار نیک داریم و هیچ ضرری از اونها ما ندیدیم و انشالله از طرف ما هم اونها هیچ ضرری نخواهند دید. یعنی مثل بلا واره میبینن. خدا انشالله تا میتونه این بلا را زیاد بکنه و قوی بسازه و بیشتر بسازه که با اتحاد اتفاق به یک ترتیب زیادتر بلایی باشیم همه ما در جان این طالب بزنه.